أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شما دوستان عزیز. امید که دارای صحت کامل باشین. دوستان عزیز، بیشترتان درخواست کرده بودین یک عمل به خاطر تباهی بربادی دشمن. خب یک چیز یادتان باشه دوستان عزیز که تمامی اعمال ما الحمدلله خاص بوده، بدون ریاضت بوده و بدون زحمت بوده. این عمل فقط یک روز است و این به کی کارگر میشه؟ به جای کارگر میشه که جایز باشه. مثلا یک شخص ظالم است، اونا کس یک شخص جابر است، با عزتتان بازی کرده، با زندگیتان بازی کرده، زور شما نمیرسه، یعنی با او شما درگیر شوین و خلاف شما هر کار میکنه. شما میخواین که او را خوار ذلیل هم بسازین و دوباره بیایه به شما معذرت خواهی بکنه از شما. این عمل خاص به می شکل است و گفتم فقط یک روزی عمل است. و دوستان عزیز، اگر دیدیم که شایقین بیشتر بود و ویدیوها را به اشتراک گذاشتن، این قسمی اعمال در هر باب، در هر چیز، به هزارها و لکها و میلیونها اعمال نزد ما موجود است. به طرف عمل خود میریم دوستان عزیز. ببینین این عزیمت شما چی میکنین؟ از طرف شب شما چی میکنین؟ در یک اتاق تاریک میشینین. اول هر روز که باشه، هر ساعت که باشه، در یک اتاق تاریک از طرف شب میشینین. وضو نوضو لازم نیست. اول خودتان حصار میکنین. خودتان که حصار کردین، صرف العمار مکان انجام میدین. صرف العمار مکان ویدیوش در چینل اعمال روحانی شفا موجود است. شما چی میکنین؟ صرف العمار مکان که انجام دادین، امی عزیمت 70 مرتبه میخوانین. امی عزیمت واضح است دیگه، ضرورت نیست بخواندن دوستان عزیز. نه کدام اعراب داره، نه چیز دیگه که مثلا دو خواندنش مشکل باشه. به این شکل شما هر قسم که راحت هستین بخوانین. وقتی که 70 مرتبه ای را خواندین دوستان عزیز، کسی که روحانیتش بالاست فوراً یک مار سیاه نزدیکش حاضر میشه و فوراً که وقتی که مار نزدیکتان حاضر شد، به مار حکم میکنین که برو پیش فلان شخص برو، تا وقتی که از من معذرت نخواست او را به تکلیف اساس. و اگر کسایی که روحانیتش بلند نیست، در تصورش هم یک چیزی میایه، به می شکل مار. اینمی چی میکنه؟ او را حکم میده بعد از 70 مرتبه خواندن. کسی که این قسم چیز احساس هم نکرد 70 مرتبه خوان، داخل چی بکنه؟ نام مادر دشمن اگر یاد داشت، نام مادرشون بگیره. اگر نداشت هوا هم گفته میتونه که مثلا نام دشمن خود بگیره و ایره روان بکنه، بگه تا وقتی که از ما معذرت نخواستن آمده او را به تکلیف ساز. به می شکل چی میکنین؟ ایره ارسال میکنین. و این عمل کس بر یک روز است و کسایی که روحانیت کم داره و یا هم دشمنشان بسیار زیاد قوی است، اونام عامل است، بسیار قوی است، و این چی بکنه؟ میتونن که 3 روز یا 7 روز انجام بدن. فقط با کسایی که مثلا 1 روز انجام بدن دیگه مشکل حل میشه. این عمل بر 1 روز است. اما بازم براتون میگم با کسی که شخص مثلا که به شما ضرر نرسانده ناجایز انجام بدین، اصلا کارگر نمیشه، بلکه بالای خودتان ریجت میکنه. و ایره برای کسایی که با شما بعضی کسایی که ضرر زیاد نرسانده، کم ضرر رسانده، بر از اونا بالای از اونا استعمال نکنین. بالا یک شخص جابر، ظالم، جادوگر، دشمن که او شرابی باشه و سودخور است و یا هم با عزت و با زندگیتان بازی کرده و یا هم بر شما ضرر میرسانه، با او شما چی بکنین؟ ایره انجام بدین. و کسایی که چینل سابسکرایب کردن، ویدیو رو شریک میسازه، عمل برش اجازت است. موفق و کامیاب.